آهنگ جدید و باور نکردنی غزال نایت با نغمه. انتقادات شدید علاقمندان غزال نایت. غزال نایت چرا خواسته با نغمه آهنگ مشترک ثبت کند؟ نشر تازه ترین تصاویر نغمه با غزال نایت که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. غزال نایت هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار و سریله در هنر موسیقی افغانستان بوده است. علاقمندان و دوستداران صدای غزال نایت وی را حمایت و تشویق گسترده کردند. غزال نایت مدت 15 سال می شود به طور مسلکی به هنر موسیقیش پرداخته است. آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گیرد. 15 سال قبل به طور پنهانی با نظیر خراب شروع به سرودن آهنگ کرد و آهنگهایش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گرفت. تازه غزال نایت خواسته با نغمه ستاره صدا و موسیقی افغانستان آهنگ مشترک بسرایت. نشر تازه ترین تصاویر غزال نایت در صفحات مجازی با بانو نغمه مورد حمایت گسترده قرار گرفته است، اما تاکنون معلوم نیست این آهنگ چی تاریخ به نشر خواهد رسید، ولی حمایت گسترده از طرف مردم افغانستان شدند. آهنگ‌های غزال نایت بالخصوص آهنگ‌های پشتویش مورد حمایت خوب افغان‌ها قرار می‌گیرد، اما همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید بوده است. ولی هیچ زمان غزال نایت نتوانسته جایگاه هنری مانند آریانا سعید برای خودش کسب کند. ولی ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ از غزال نایت خواهیم بود. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.